لحظه به لحظه این تلفن ها زنگ میخورن. هلال احمر بفرمایید. سلام، خسته نباشه، سلامت باشین. چه اتفاقی افتاده؟ به امید شنیدن صدایی که شاید بتواند یک زندگی را نجات دهد. دقیقه لطف میکنی؟ کیلومتر پایگاه شما قرار بفرست. بله 41 20 از 41 55. نوع ماشینم لطف میکنی جناب؟ الو یکم خونسردی خود رو کیلومتر 25 آزادراه بنجام قلبی استراحی سلطانیه اعزام بشید. بله پیامتون مثبته ممنون روابط امدادی به مدارس اعزام میشه. خیلی ممنون، خدا نگهدار. کارشان همین است. ساعتها پای این سیستم ها می نشینند تا اگر کسی جایی جانش در خطر بود دست به کار شوند. 5-6 kilometre dəqiq bilmədim. Bir dənə çəmən. Vurdu betonlara, bir də xanım içindən düşdü eşiyə. Vajqın oldu çəmənd, hə? Vajqın olmadı, elə bir vurdu betona. Xanım da düşdü eşiyə, vajqın olmadı. Yaxşı. Çox məmnunum. Tez gedin, qoca arvadı. من سابقه تشنج داره، بعد درجه حرارت بدنش خیلی اومده پایین، فکر می‌کنم 36 34 باشه. ممکنه خطرناک باشه. یاور لحظه های پر التهابند اما کمتر دیده می شوند. هلاله الو سلام، خسته نباشین. آقا ببخشین، شوهرم کارش خوب نیست، میتونیم بیایم اینجا؟ چی شده؟ ببینین حال بعد از او گفت حالم خوبی، قرص سرماخوردگی بهش دادم، نمیدونم. هر تماس برایشان حکم یک مأموریت مهم است، مأموریتی حیات بخش. هیچ تماسی را شوخی نمیگیرند، مثل تماس این بچه. هلال احمر بفرمایید. سلام خاله. سلام. حالش خوب نیست. جانه؟ سلام خاله، بابای ما حالش خوب نیست. ما تو ابهریم. میخوام ازت بگم. بدونم uşağımız var 6 aylık. Hop. Bəli. Soğuk iğnəsi var idi. Bu 6 aylıq iğnəsi sök vurdular biləsinə. Əyləm yola halığı atışıbdı. Böyle şişəsiz də əsası qeytərdi. Müşkülü yoxdur ki. آنها یک خواسته هم از بزرگترها دارند، اینکه آموزش شماره های امداد و نجات را از همان دوران کودکی برای کودکان خود بیاموزند. هلال احمر بایرون. الو سلام، خسته نباشید. ببخشید من یه حساسیت داده بدنم، الان کل بدنم پر کحیل شده. خواستم ببینم خطرناک نیست تو این شرایط دکتر نرم؟ اگه تنگی نفس نداشته باشین خانم، بعد سرگیجه، حالت تهوع اینا بهتون دست نداده باشه، یه قرص آنتی‌هیستامین یا سیتریزین اگه دارید استفاده کنید. اگر دیدید که برطرف نشد باید به دکتر مراجعه کنید. من قبل از اینکه کحیل بزنم دل درد و حالت تهوع داشتم، چای نبات خوردم خوب شدم و کحیلام شروع شد. نمیدونم به هم به شما گفتم سیتریزین بخوریم، خوردیم فرقی کرد؟ بله متوجهم. ظهر خوردین فرقی کرد؟ آهان والا سیتریزین نداشتم، نخوردم، فقط دوش آب خنک گرفتم ولی خیلی بدتر شد. یعنی اول کف پام و کف دستم بود، الان کل بدنمه. بله خانم، تا شما یه آمپول دریافت نکنیم بهتر نمیشه. نزدیکترین درمانگاه برید. آنتی هیستامین گفتم برام بگیرن بیارن. آنتی هیستامین هم جوابه، ولی اگه دیدین جواب نداد یه آمپول هیدروکورتیزون درمانگاه نزدیکترین درمانگاه مراجعه کنید، تجویز میکنم. آها درسته. باشه خیلی ممنون. اگه دیدین تنگی نفس اینا داره با هیچ داروی خوراکی بهتر نمیشه، باید حتما تزریقی باشه. آها درسته، خیلی ممنون، متشکرم، خسته نباشید.